خب حالا میرسیم. منم به شما سلام میکنم، به همه عزیزان در خب کافی عزیزان، بسه، مرسی، خیلی ممنون، وقت ما رو نگیرین. خب عزیزان، اگر یه نفر کتاب انجیل ترجمه هزاره داره به من برسانه، کتاب پیدایش رو لطفاً باز بکنه به من بدید. اگر نه یه نفر روی موبایلش دارید، چقدر عالی، مرسی. پول مول لاشو بگیرید چون ممکنه بر نگرده. من پول ببینم، عموم میگفت آمدی آمریکا پول دیدی بکش، من هر جا پول ببینم میگیرم. خب امیدوارم حالتون خوب باشه. من دوست داشتم چون اولین بار هست در سال 2024 میلادی، نه این هزاره نیست، این هزاره نیست، نه اشکال داره چون من خودم دارم، اینو بگیرید. یه نفر از روی موبایل انجیل هزاره رو بعداً به من بده. anyways خب من سلام بکنم به همه عزیزانی که از طریق فضای مجازی هم ما رو میبینن. سال نو رو تبریک عرض میکنم. برسونید یه نفر به ما کتاب پیدایش هزاره رو چیز هست. بعد چون من اگه کتاب مقدس نباشه بلد نیستم حرف بزنم، چیز طرف میرفت و احسنت خودشه، بالاخره پیدا کردیم. شما هم کتاب پیدایش فصل 12 رو باز کنید، بعد بهش میرسیم، راجبش صحبت میکنیم. بله خودش، درست، خیلی ممنونم. تبریک بگم سال 2024 میلادی رو. میخواستم هرچی دعا و آرزوی خوب هست به شما تقدیم بکنم. امیدوارم که امسال سال فوق‌العاده‌ای باشه برای همه شما عزیزان. هرچی اتفاق خوب هست امسال برای دنیا، برای شما بیفته. ما خوشحال نخواهیم بود اگر یک نفر در این دنیا خوشحال نباشه. پس این دعای من هست برای همه جهان. خب پس ما هم ذی‌نفع هستیم از اون برکتی که امسال اتفاق خواهد افتاد. میخوام مثبت فکر بکنم راجع به سال، اگرچه همیشه سورپرایز میکنن، خلاف آنچه که میگیم رو انسان‌ها انجام میدن، ولی امیدوارم امسال سال خوبی باشه. تلفناتون که زنگ میزنه، ایمیل هایی که دریافت میکنید، غیر از خبر خوش چیز دیگه به شما نرسانه. امیدوارم دلاتون خوش باشه، جیباتون پر از پول باشه، خیلی پول، انقدر وضعتون خوب بشه که همه حیرت کنن، اصلا دشمناتون قبطه بخورن. چه جوری شد اینجوری؟ میشه وقتی در خداوند باشی میشه. بعد اگه خواستین نداشتین کسی پول بشه، من همیشه میتونم شما رو حساب بدم، در خدمتتون هستم، میذارم در قسمت به شما کمک بکنم. امیدوارم همه کسانی که سالیان سال هست از هم دیگه دورن، امسال سال پایان دلتنگی ها باشه، عاشق ها و معشوق ها به هم دیگه برسن، فرزندان و پدر مادرهایی که از هم دور هستن، کسانی که به اجبار مهاجرت کردن بتونن دوباره در آغوش خانواده باشن، و مهمتر از همه اون که کسانی که سالیان سال برای خودشون زندگی کردن، از خدا دور بودن و شما با وفاداری سالیان سال برای اونها، برای بیداری اونها، حتی کسانی که در خدا بودن و رفتن، در خدا بودند و افتادن، دعا میکنید امسال سالی باشه که خدا رو، امید تازه رو در مسیح عیسی پیدا بکنه. آمین. این دعای ما هست برای امسال و من واقعا همچنین میخواستم از شما یه کاری با هم دیگه بکنیم، اگر امکانش هست، برای کسانی که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنن و شما که در داخل که یه دقیقه چشماتون رو ببندید و به این چیزایی که میگم فکر بکنید، زیر چشمی هم تقلب نکنین، نگاه نکنین و برید با من به تقریباً 20 سال پیش تو زندگی خودتون. مثلا فرض کنید ژانویه 2002 میلادی. برای کسانی که در ایران هستن برین به دی ماه سال 1380. من دقیقاً خودم میدونم کجا بودم، چی فکر میکردم، و یه لحظه فکر کنید که شما کجا بودید، چی فکر میکردین راجع به خودتون، راجع به زندگی، راجع به خدا. اصلا خدا محلی از اعراب داشت در زندگی شما یا نه؟ و به مسیری که تا اینجا آمدید فکر بکنید، به فراز و نشیب ها، به غم ها و شادی ها، به پیروزی ها و شکست ها، به دوستی ها و دشمنی، به هر تصویری که خدا جلوی چشم شما میاره فکر بکنید، به یک اون کلیت فکر بکنید و ببینید کجا بودید و خدا شما را از چه مسیرهایی آورده و به اینجا که هستید رسونده. خیلیاتون اون موقع مثل من شاید خدا رو نمیشناختید، ولی الان که میشناسید، الان که فکرشو میکنید، میتونین شهادت بدین که خدا با هدف و برنامه شما رو حرکت داده. میتونین رو بگین، میتونین شهادت بدین که در همه این سالها اگر شما بی وفا بودین اون همچنان وفادار باقی مانده. میتونین شهادت بدید که اگر لحظاتی بوده که حتی نزدیکترین آدم‌ها شما رو ترک کردن، فکر می‌کردید هیچ کس دیگه در این دنیا شما رو نمیفهمه، اما الان میتونین شهادت بدین که نه، اون خداوند دست از سر من برداشت. اگر میتونید چشماتون رو باز کنید و یه 30 ثانیه برای این خدا دست بزنید.
آمین. خدا رو شکر. بله، ما همیشه همه جلال. آمین. خیلی ممنون. از طرف خداوند از شما تشکر می‌کنم. بله، ما واقعا همیشه همه جلال و کردیت به اون میرسه. هرگاه احتیاجی نیست اول سال به این مسئله فکر کنیم. هر موقع یادمون میاد واقعا به این میاندیشیم که من کجا بودم، چی فکر میکردم و چی شد. فقط به خاطر اینکه یک روز، یک هفته است، 10 سال، 30 سال، هر چقدر در خداوند هستم. عجب خدای امینه، عجب پادشاه فروتنی که ما کجا بودیم اصلا لایق این جایی که امروز هستیم نبودیم. خداوند چگونه وفادارانه از همه این سختی ها و بعد سختی ها دوباره میاد و او همچنان وفادارانه باز آدم رو عبور میده. در این دنیا حلوا پخش نمی‌کنن، ولی آنچه که خداوند به ما گفت در انجیل یوحنا یادتون هست، دل قوی دارید، من بر جهان غالب آمده ام، از در گذشته و اثرش تا زمان حال باقی هست. این 2 هفته گذشته کشکامیل یه سری موعظاتی رو در واقع کلید زدن، شروع کردن، در واقع یک خطی مشی، یک موضع‌گیری، یک پرسپکتیوی رو نسبت به سال 2024 دادن که هر جا که میریم در طول سال این در واقع مد نظر ما، جلوی چشم ما باشه. این دیدگاه که اساساً هر مسیحی هر جا میره در هر حوزه‌ای که هست چی باشه؟ نور و نمک باشه. در حوزه‌های مختلف زندگی ما بدرخشیم. در فرزند خلف بودن خانواده، در پدر و مادر مسئول و مسئولیت پذیر بودن، برنامه داشتن برای خانواده و فرزندان، در کارفرمای منصف بودن، در کارمند راست و درست بودن در محل کار، در دانشگاه اگر تحصیل میکنید، جوانترها دانش آموز نمونه، دانشجوی درست، اگر استاد دانشگاه هستید واقعا در اون حوزه در میان همکاران بدرخشید. در هر حوزه‌ای هستیم، در تجارت هست، در کار، هر جا که هستیم نور و نمک باشیم. در فرهنگی و زمانه‌ای زندگی میکنیم که در واقع جوامع و فرهنگ جوامع اون نمک خودشون از دست دادن، اون حالت نمکین خودشون، مخصوصا در آمریکا که کشوری است که میگن بر پایه کتاب مقدس بنا شده و پیشتر از اینها تاریخ بسیار درخشانی داشته، نمک خودش رو از دست داده. یک میگه هرچه بگندد نمکش میزنن. یک گندیدگی و یک فسادی جهان ما رو گرفته بود، حالا بیشتر بوش به مشام ما میرسه. پس وظیفه هر مسیحی هست که اون نمک از دست رفته، اون مزه از دست رفته رو در حوزه‌های مختلف زندگی به جهان با نور و نمک بودن خودش برگردونه. درسته؟ ولی با خودم فکر می‌کردم این 2 موعظه‌ای که کشکامیل به هر حال گفتن و با تصاویر نشان دادن که بیشتر اینها در ذهن ما بمانه، اون پسورد دادن که برای ساختن خانه الهی و اون ساختمان الهی، اون پسورد 347 یا 347 رو که شما میزنید وارد اون پروسه سازندگی زندگی خودتون و جهان اطراف خودتون، هر کسی دنیای درون و بیرون خودش رو میسازه و نتیجتا اثرش پخش میشه و به دیگران میرسه و این گونه اساسا خدا عمل میکنه و جهان رو تبدیل میکنه. دیگران نمونه‌ای دارن ببینن، نور شما به دیگران میتابه، نمک شما مزه رو برمیگردونه و این گونه خدا عمل میکنه. ولی میاد این صحبت‌های کشکامیل، من فکر میکردم با خودم که ترجمهش وقتی میاد در جامعه مسیحی ایرانی ما شاید به نوعی در واقع دوباره اون درک اون هویت شخصی هست و درک مسئولیت و مأموریت‌های که خدا به عهده ما گذاشته و انتظارات در واقع خداوند از همه ما هست که به جای هجوم بردن دست جمعی به فعالیت‌های داخل کلیسایی ما ببینیم چگونه در حوزه‌های مختلف میتونیم با این پسوردی که داده این ساختمان رو بسازیم برای جامعه ایرانی که اکثر ماها در خانواده و فرهنگی بزرگ شدیم که با احترام به کودک، با احترام گذاشتن به عقاید بچه‌ها، نظرخواهی کردن از اونها، با اونها صحبت کردن، اونها رو آدم حساب کردن، دخیل کردن اونها در امورات زندگی، چنین جامعه و فرهنگی کاملا بیگانه بود. حالا اگه عده‌ای میخوان از پدر مادرهای خودشون قهرمانان غیر واقعی بسازن که نه خانواده، خب میشه، مثالهای نادری هست این وسط، ولی ما داریم راجع به کلیت یک جامعه و یک فرهنگ و اون زمانه گذشته مخصوصا در خاورمیانه صحبت میکنیم. من خودم دوست داشتم که برم دانشگاه تهران و تا مقطع دکترای ادبیات فارسی درس بخونم، ولی مثلا پدرم میگفت که نه تو باید مهندس بشی. نظر ما خیلی اهمیتی نداشت، چون که اون چیزی که اونها فکر میکردن درسته. به هر حال
درجه از این مدل صابونش به تن همه ماها میشه گفت که خوردن. پس خب روشنه که محصول چنین جوامعی آدم‌هایی هست که آدم‌های گرفتاری که اون عقده‌های خیلی سخت و سنگینی تو سینه‌هاشون هست و ما اساساً مردمانی بودیم که هرگز شنیده نشدیم، کسی ما رو نشنید. در همون مقطع خانواده گرفته تا به بالا، در مدرسه ما رو نمیشنیدن، در جامعه نمیشنیدن، با حکومتی که بود غیره. ما همیشه خاموش خفه در خفقان بودیم و کسی ما رو نشنید. میدونم در میان شما بسیاری میتونید راجع به این شهادت بدید. خب اینجا بحث محکوم کردن کسی نیست و من میخوام یک آسیب شناسی رو با من ببینید در راستای آن چیزی که کشکامیل این یکی دو هفته گفتم. پس با این بک‌گراند و پیش زمینه‌ای که خیلی از ما توش رشد کردیم، بعد ما میایم یه مرتبه این طرف دنیا یا هر طرف دیگر دنیا هر جا که هستیم با یک مقوله آشنا میشیم به نام مسیحیت ایرانی. خب میایم و ما با این بک‌گراند میایم مسیحی میشیم. مجموعه‌ای که هنوز در اون قدم‌های اولیه خودش هست، داره رشد میکنه، داره خودش رو پیدا میکنه، در کنار کارهای روشن و درخشان و تیکه‌های مثبتی که کرده، قسمت‌های بسیار تاریک و نگران کننده‌ای داره. اگر میتونید بشینید از بیرون نگاه بکنید، آمار بگیرید، بسنجید، گفتگو بکنید، تحلیل بکنید، میتونید به این برسید. یه مجموعه‌ای هست اساساً بدون فیلتر که درش همه چیز هستن، یعنی درش همه واعظن، همه شبانن، همه نبی هستن، همه شاعرن، همه فیلسوفن، همه هنرمند و موزیسین هستن، همه درش همه چیز هستن. بعد پیروی از اون الگوهای بسیار کسل کننده ملال‌آور غیر جذاب که دائما یک ایمانداران این چنینی تولید میکنه، یعنی یک سیستمی است که زایش دائمی داره در تولید چنین ایمانداران. بعد اون گوهر اصلی واقعی و اصیل مسیحیت این وسط که تبدیل آدم ها از درون هست، واقعا یک موجود جدید خلق میکنه، این مخفول میمانه، یعنی غفلت شده هست، هیچ کس به اون شاید توجهی نمیکنه. بعد از اون طرف خدمات و فعالیت های داخل کلیسایی و به ویژه منبر یک کلیسا میشه کعبه آمال بسیاری که ملت مسابقه میدن که به اینجا برسن، که اینجا میشه خط پایان همه آن چیزی که مثلا خدا شما رو ملاقات کرده و به خاطرش مسیحی شده، که در واقع یک چسب زخمی هست، جراحی که نیست، یک پوشش تقلبی هست بر همه اون عقده هایی که بالاتر بهش اشاره کردم. که من حنیف به عنوان کسی که از کودکی شنیده نشده بودم، حالا یک مجالی پیدا میکنم که با حرافی و بدون توجه به آن چیزی که در خدا هستم، مثل به کیستی خودم، به هویت خودم در خدا توجه نمیکنم و حالا مجالی پیدا میکنم برای ابراز وجود که همه شما باید بشین، من اینجا باید سخنرانی بکنم برای. این میشه تقلیل همه مسیحیت با آن چیزی که از نظر بنده حقیر هست مسیحیت ایرانی. یعنی ما یک مجموعه آدم‌هایی هستیم به نظر میرسه به مسیری که آمدیم عمیقاً فکر نکردیم که چرا به اینجا رسیدیم. واسه همینه که شما پزشک مسیحی هستی، منبع رو می‌خوای. هنرمند مسیحی هستی، منبع رو می‌خوای. نمیدونم بیزنسمنی، منبع رو می‌خوای. حالا که اشکال شما بیزنسمن بودی منبع نمی‌خواستی، اتفاقی شد، کیس نادری. خب اینه که به نظر میرسه که ما فکر میکنیم کافی نیست. اساساً برداشت ما از ایمان مسیحی اینه که کافی نیست اینی که من هستم و یک مسیحیم و باید بیرون در حوزه‌های مختلف، تا من در یک فعالیت داخل کلیسایی در رأس خدمتی دیده نشم، به نظر میرسه اون مجموعه و دایره ایمان مسیحی من کامل نخواهد. پس من اینجا الان جسارت کردم و یه نکاتی رو گفتم که در واقع موعظه این 2 هفته که اشکال شاید به نوعی یک تلنگر و یک یادآوری هست برای بازگشت به اون خانه اولیه و تفکر در باب اینکه من اساساً کی هستم در خدا، برای چه به این جهان فرستادم، اون حوزه استحفاظی من در خدا کجاست، خدا از من چه انتظاراتی در باب این چیزها فکر کردن. آیا به اون ضعف هایی که شفای درون جنگ بیرون، درست دارم میگم، آیا به اون ضعف هایی که من اسم عقده روش گذاشتم فکر کردم، اون آزادی ها رو گرفتم؟ آیا در اون منطقه و حوزه‌ای که عالی هستم یا میتوانم عالی باشم فکر کردم چه حوزه‌هایی هست و میخوام برم تو اونجا قرار بگیرم و خدا چه انتظاراتی، به اینها فکر کردم بدون توسل به
هر گونه بازی‌های در اون کلیسایی بدون اینکه من بخوام انجام کاری رو انجام بدم که ساخته و پرداختش نیستم. I'm not made to do به قول شما خارجی‌ها، که بخوام وقت خودم و دیگران رو در این مجموعه تلف بکنم. من میدونم که حرف دل خیلی از شما رو زدم، من حرف رو زدم، ایمیلش رو کش کامل میگیره. عزیزان اگر یه آبم به ما برسونید بد نیست. گفتم که حرافیه دیگه قضیه، گلوم خوش میشه. خب اما وقتی به کلام خدا نگاه میکنیم کش کامل، ریکپ خوبی بود از آنچه که شما گفتید. حله؟ اوکی. اما وقتی به کلام خدا نگاه میکنیم یه سری مردان و زنان خدا رو میبینیم که اینها نه کلیسا داشتن، نه کلام داشتن، نه مشارکت با دیگر ایمانداران داشتن، نه شبانی داشتن که اینا رو راهنمایی و هدایت و غیر اون چیزها بکنه. یه انسانای معمولی بودن که نقاط ضعف و منفی خیلی فاحشی هم داشتن، اما یه الگوهای خیلی درخشانی هم از خودشون باقی گذاشتن. جان مکسول، اون معلم زبردست دروس رهبری در جامعه مسیحی و در جامعه سکولار، میگفت که آدم حکیم اون هست که از مشکلات خودش درس عبرت بگیره و آدم حکیمتر اونه که از مشکلات دیگران یا اشتباهات دیگران درس عبرت بگیره. اما آدم حکیم اون است که از موفقیت‌های اونها، یعنی در این سه حوزه، یعنی من به زندگی خودم نگاه میکنم، اشتباهات خودم برام درس عبرته، به اشتباهات دیگران نگاه میکنم و اونها رو نمیخوام تکرار، حالا بعد میرم دنبال آدم موفق که شما چه کردید که موفق شدید. یعنی دیگه خیلی حکیم هستی که داری در این سه حوزه کار میکنی. پس شاید ایده بدی نباشه اگر عمیق‌تر نگاه بکنیم به شخصیت‌های کتاب مقدس و بتونیم یه قدری مسیرمون رو بهتر پیدا بکنیم، وقت خودمون رو خیلی جاهایی که لازم نیست تلف نکنیم، بریم سر جای خودمون قرار بگیریم و در هر جا که هستیم نور و نمک باشیم. که اشکامیل به 7 حوزه اشاره میکنه. ما خیلی با هم در پشت صحنه صحبت کردیم، میخواد 100 تا حوزه باشه، میخواد یه حوزه باشه، هر جا هستیم خدا ما رو میگذاره ما بتونیم نور و نمک باشیم. پس با یاد و نام خدا امسال تا نیمه سال رو با هم دیگه بریم جلو و راجع به شخصیت‌های برخی از شخصیت‌های کتاب مقدس صحبت بکنیم، از توی شخصیت‌های اینها چیزهای مثبت و منفی رو استخراج بکنیم. شما همین الان اگه قرار هفته بعد کالنسیک بکنید، مریض بشین و مادر بزرگتون برای 5مین بار از به رحمت خدا بره، من در 4 هفته آینده، در 3 هفته بعد از این در خدمت شما هستم. دیگه خلاصه وقت خوبیه که بخواید کنسل بکنیم. ما در امروز و هفته آینده نورافکن میندازیم بر شخصیت ابراهیم و یه چیزهایی رو از این پدر ایمان ما که باید خیلی مراقب باشیم راجع به چگونه صحبت میکنیم. این پدر بزرگ هممونه، بعد ما اینا تو آسمان میبینیمش، خیلی باید مراقب. کلا راجع به هر شخصیت صحبت میکنیم، به این فکر کنید یه روز اینا رو در آسمان ما میبینیم. خب وقتی راجع به ابراهیم صحبت میکنیم شاید بیشتر راجع به اون عکس‌ها هم میبینید که اون آزمایش الهی و اون ماجرای قربانی کردن اسحاق، یعنی اگر از 10 نفر بخوایم که مثلا در باب ابراهیم صحبت کنیم، لااقل یه 8 تایش راجع به این مسئله هست، به خاطر اینکه قابل توجه هست. این مسئله بیشتر اینه که برای همه در واقع میشه گفت که هایلایت و حائز اهمیت و خیلی بولد و مهمه. از یاد میبریم که این انسان معمولی هست که فقط یک حوزه که نداره، زندگیش حوزه های مختلفی داره، در برخیش موفق بوده، در برخیش ناموفق بوده و همه اون زندگی هستن که با هم دیگه در کارن که بعد این مجموعه اینا میرسه به اون نقطه‌ای که نقش آفرینی زیبای ابراهیم در اون وضعیت، در اون موقعیت آنچنینی آن کار رو انجام بده. اون حرکتی که ابراهیم در مسئله قربانی کردن اسحاق ازش می‌بینیم، این میوه به اون پختگی و به اون ثمر نمیرسه اگر شما بخواید بخشای دیگر زندگی ابراهیم رو در واقع فاکتور بگیرید و منفی کنید، بردارید ازش. اینه که ابراهیم با آزمایش قربانی کردن اسحاق بر اون کوه نیست که ابراهیم میشه، ابراهیم با همه مجموعه زندگیشه که ابراهیمه. پس میطلبه که به قسمت‌های دیگه‌اش هم توجه بکنیم که غافل نشیم. ما با زندگی مسیح خودمون هم در واقع میشه گفت که به عقیده من همین کار رو میکنیم که زندگی مسیحی رو شاید گهگاه یه چیز مجزا از کلیت زندگی تصور میکنیم. اصلا ترمینولوژی های ما جوری که صحبت میکنیم وقتی به مسیح میرسیم، اینتراکشن های ما یک زندگی های دوگانه‌ای هست که حالا من اینجا مسیحی ام، بعد شکل گفتگوها کاملا مشخص، قالب مشارکت ها از قبل تعیین شده، تمپلت در واقع اینجا توش میذاری، در میاری، یه تصویر بهت میده، یه خروجی داره و مجزاست. من با زندگی مسیحیمون میخوام بگم یعنی اینجا حوزه بندی، تک حوزه‌ای، تک بعدی شاید
به قضایا نگاه میکنیم اینه که در چنین فضایی خیلی از گفتگوها فرصت بروز پیدا نمیکنه، خیلی از استعدادها شناخته نمیشن. مثلا ما نمیفهمیم مثلا فلان خواهر استاد نقاشیه، نه فلان برادر مغز ریاضی، برای اینکه این چنین بختک مذهبی اینجوری سایه میندازه رو مشارکت‌های ما، رو ترمینولوژی‌های ما، همه چی از قبل تعیین شده است. برای اینکه از جنبه‌های دیگه من نمی‌دونستم شما مثلا این کاره بودی، برای اینکه هیچ وقت صحبت نمی‌کنیم، برای اینکه تصور ما اینه که فضای مسیحی باید، مثلا نگاه ما به ابراهیم هم همینه. فکر می‌کنیم راجع به ابراهیم صحبت فقط راجع به اونجا که مثلا گفت ایمان خدا هللویا، راجع به ایناش فکر می‌کنیم، حالا که او جنبه‌های دیگر زندگی داره، مثل یک انسان معمولی خیلی اشتباهات فاحش میکنه و میشه با توجه کردن به اونها خیلی چیزها رو آموخت و ببریم تو حوزه هایی که خودمون هستیم اونجا نقد بکنیم، اگر خوبه تکرارش بکنیم، دوپلیکیتش بکنیم، رپلیکیتش بکنیم به قول خارجی‌ها، اگر بده نکنیم اون کارا رو ازش اجتناب کنیم. با بچه‌هامون هم همین کارو میکنیم که همه جریان مسیحیت برای ما تقلیل پیدا میکنه به اینکه آقا مثلا سر میز نهار دعا میکنه قبل غذا، که اینا خوبه بد نیست، ولی همه مسیحیت این نیست. آیا مثلا قبل از اینکه بره بخوابه بایبل کیدز بایبلشو میخوانه؟ همش همینه، ما زندگی نمیآموزیم به بچه‌ها. اینه که میگم تک‌بعدی نگاه میکنیم. واسه همین وقتی من میخوام به ابراهیم نگاه بکنم، شاید برای عده کثیری اون جنبه‌های دیگر زندگی ابراهیم مغفول میمانه، بهش توجه نمیشه. ما مثلا نمیدونیم که او با همه اشتباهاتی که داشت مثلا رهبر بسیار خیلی خوبی بود، مدیر خوب بود، نکات مدیریت خوبی داشت، مرد ثروتمندی بود، نکات بیزنسی خیلی خوبی در زندگیش هست که در جامعه سکولار از با توجه، من حتی چند روز پیش مقاله‌ای دیدم که آقایی که بیزنسمن خیلی معروفی بود، مقالات بیزنسی و اکونومی و غیره مینوشت، با توجه به زندگی ابراهیم نکات خیلی جالبی رو در آورده بود که او معتقد بود که اساساً ابراهیم آنچه که هست روی کوه به خاطر مایندست بیزنسی که داشت. خیلی جالب، یعنی اینم یک زاویه نگاهی بود که مردم خارج این گونه تحلیل میکنن و با ذره‌بین به زندگی شخصیت‌های کتاب مقدس نگاه میکنن، ولی ما مثلا همیشه تو برمیگردیم و قالب‌هایی که حالا ما راجع به مسئله ایمان ابراهیم هم دوست دارم که هفته بعد حتما صحبت بکنیم. خب این شگفت‌انگیز هست که خدا چگونه آدم‌ها رو برای مقاصد خودش انتخاب میکنه و دستورچی میکنه و در نظر او چیزی میگذره که چه آدم‌هایی چه برنامه‌هایی رو میتونن در جهان برای او پیاده بکنن. 2000 سال قبل از میلاد مسیح در دست میندازه در اور کلدانی، عراق امروزی، در یک خانواده کاملا بت‌پرست که پدر این خانواده بت‌پرسته و در اصلا بیزنس بت‌پرستی، یعنی بت میسازه، میفروشه، تو کار سلز پرسن بت فروش، هم بت‌پرست هست، خدایان بیگانه رو میپرستن، فرهنگ غالب اون زمان این گونه است. و در این خانواده یک فرزندی رو در این خانواده انتخاب میکنه به نام ابرام، با او عهد میبنده، اون رو مجبور میکنه خودش ختنه کنه و همه اقوام رو، و بعد از طریق او قوم و نسل یهود رو در واقع بنیانگذاری میکنه. چقدر زیباست کار خدا، تأسیس قوم یهود از طریق خط خونی کسی که اجدادش به گفته یوشع همه بت پرست بودن، بیگانه پرست بودن، و خدا نجات دهنده از طریق این قوم به روی زمین میاد که سنگ بناشو خدا با یک جنتایل، با یک بیگانه پرست گذاشته. همیشه میخواد تمام اون چیزی که شما فکر می‌کنید منطقیه، فکر می‌کنید عقلانی، همه اونا رو میخواد برای شما به هم بریزه. برای من خدا رو نمیتونی بذاری تو چارچوب. اگه ما بخوایم انتخاب کنیم نجات دهنده چگونه باید به این جهان بیاد، کیا باید نقشه، ما دنبال واجد و شرایط ترین آدم ها میگردیم، همون دنبال کسایی میگرده عجیب غریب مثلا شما فکر نمی‌کردی. و میتونی شما الان به خودت کم امیدوار باشی برای اینکه ما عددی نبودیم و خدا اجازه داده تا الان امروز راجع به او صحبت بکنیم. درسته؟ خب حالا اینجا خیلی ممنون که این کتاب ترجمه هزاره را آوردید. ما اولین بار ابراهیم در فصل 11 کتاب پیدایش هست که ظهور میکنه و بعد نویسنده کتاب پیدایش طی در واقع 14 فصل تلاش میکنه زندگی او رو پوشش بده، راجع او صحبت میکنه، نکاتی راجع به زندگی او به ما میگه. در فصل 11 اول این آیه رو بخوانم. من باید برای شما اینجا اسلاید درست میکردم ولی نشد دیگه، وقت نشد. آیه 31 رو نگاه کنید. تارح پسر خود ابرام و نوه خود لوط پسر هاران و عروس خود سارای همسر پسرش ابرام رو برگرفت و ایشان با هم از اور کلدانیان به در آمدند
تا به سرزمین کنعان بروند، ولی چون به حران رسیدن در آنجا اقامت گزیدند. خب همینجاش کافیه. اولین بار که ما اینجا میخوانیم در فصل 12 یک کتاب پیدایش با ترجمه 1009 بسیار زیباست و میگه که از شما میخوام سوال بکنم. این رو میگه، شما اول من اینو بپرسم، وقتی خدا به ابراهیم میگه که دقیق بهش میگه که خانه و کاشانه رو رها کن غیره غیره، به نظر شما ابراهیم اطاعت میکنه؟ کاملا اطاعت میکنه از خدا؟ جانم؟ پارشالی اطاعت میکنه، نصف و نیمه اطاعت میکنه. ترجمه 1009 رو به خاطر این گفتم که به ترجمه کینگز جیمز نزدیک است و ترجمه درسته. ببینید چی میگه. میگه خداوند به ابرام، در فصل 12 اینو میگه، خداوند به ابرام گفته بود، از قبل گفته بود. اینجا در فصل 12 میخوانی، ولی به نظر میرسه قبل از فصل 12 به ابرام گفته بود که چه کار بکنه. به او گفته بود که دست زن تو، یعنی گفته وقتی تو بیا که نمیتونه زنشو ول کنه، به عنوان خانواده بیا بیرون، بستگانت نه، خودت در واقع با زنت شهر آبا و اجدادی رو ترک میکنی، به رهبری تو از اونجا میایم بیرون. درسته؟ و بعد اونجایی که من میگم شما توقف میکنین و اونجا رو بهت نشان میدم، اونجایی که اقامت میکنی رو من به شماها میگم. ولی چه اتفاقی میفته؟ کدام قسمتش اتفاق؟ فقط قسمتی که دست زنتو بگیر و شهر آبا و اجدادی تو رها کن و اطاعت میکنه. بستگانشو با خودش میاره، تازه به رهبری او نه، به رهبری کی؟ تاره میفته، پدرش میفته جلو و این قوم رو در واقع این چند نفر رو رهبری میکنه. کجا توقف کردن؟ در حران. میبینید دستورات خداوند کاملا مشخص و واضحه که باید چه کار. وقتی درست از دستورات خدا اطاعت نمی کنی، سر از کجا در میاری؟ اسم پدرش هست تاره، در لغت به معنی سرگردان، گیج، گمراه. به کجا میرسن؟ به حران، در لغت به معنی جای خشک و بی آب و علف. حتی جالبه، نازا، ترجمه حران، عقیم، یعنی وقتی رهبری رویایی که خدا به تو داده رو به دست یک گیج و گمراه دیگه میسپاری که بخواد هدایت بکنه، تویی که ابراهیم و با همسرت عقیم و نازا هستی، شما رو میاره در جایی سکونت میده که آنجا محل عقیم ماندن و نازا بودن و همچنان در عقیم بودن خودت باقی خواهی ماند اگر رهبری آنچه که خدا با تو صحبت کرده رو به دست یا آدم گیجی میده که خدا با او صحبت نکرده. سر از یک جای بی آب و علف خسته کننده ملال‌آور در میاری و برهوت و فکر میکنه حالا چند قدم رفتی تمام شد. نه، دستورات خداوند کاملا مشخصه و اگه نصف و نیمه پارشالی ازش میخوای اطاعت بکنی، به آن مقصدی که منظور خدا هست نمیرسی. رهبری آنچه که خدا به شما داده رو به دست کی سپردین؟ اگر خدا آنچه که خدا به شما محول کرده رو، آیا انتظار داری یه دیگری که خدا با او صحبت نکرده ببره؟ بعد تازه مثلا تو هپروته برای خودش و فکر میکنی شما رو به مقصد میرسانه. پس شما فکر نکنید که ابراهیمی که آخرای زندگیش با اون درجه قربانی کردن یگانه فرزندش رو میگه اطاعت میکنه از خدا، که اطاعت کردن چنین دستوری شاید اصلا برای هر کسی که فکر میکنی غیر ممکنه، در قدم‌های اول و ساده، خیلی ساده کاملا از خدا اطاعت کرده. نه، خون دلها خورده خدا پای او، باش کار کرده، جور او رو کشیده، اینقدر رو پرورش داده، روش داده، بگیره مفهوم اطاعت و اطمینان کامل کردن به خدا رو. و زیبایی کتاب مقدس هم در همین هست که اساساً تو پروژه معصوم سازی مثل 12 تن و 15 تن و 5 تن و چند تن و اینا نیست که این آدمای معصوم، تمام مشکلات شخصیتی اینها پیش روی ما باز هست و روی میز هست. هم که جان مکسول گفت آدم حکیم اینه که از اشتباهات اینا رو گذاشته خدا، که تو حکمت اینه که از اشتباهات اینا یاد بگیری و اشتباهات اینا رو تکرار نکنی، که من بفهمم که وقتی خدا چیزی رو دستور میده، من اگه نصف و نیمه اطاعت کنم نمیرسم، نمیتونم بعداً خدا رو محکوم بکنم. تقصیر خودمه که کاملا اطاعت نکردم از آن چیزی که خدا گفت. و بالاخره وقتی ابراهیم در 75 سالگی بعد از مرگ پدرش اونجا حرکت میکنن، از حران به سمت کنعان میان و بعد میرسن به اونجا، به خاطر قحطی که هست میرن سمت جنوب کنعان و از بالا شمال مصر میخوان که
وارد شمال مصر بشن و اینجا ابراهیم دیگه دست خانواده he is leading، اون داره رهبری میکنه خانواده رو. این که من رهبرم مدیرم مدبرم همیشه میگن من محض رهبری دارم فلان، اینا رهبری از کجا شروع میشه؟ از خانواده شروع، از ابراهیم شروع میشه. ابراهیم کجا؟ بیا ازت شروع کنیم. این رهبری و مدیریت از خانواده شروع میشه. اینکه میخوایم ما ثابت کنیم رهبر خوبی هستیم و همه اون شعارها و اینا، اول ثابت بکن خانواده‌ت رو میتونی رهبری بکنی. بخاطر این پولس به تیموتائوس میگه کسی که میخواد نمیتونه خانواده‌اش رو جمع کنه، اداره کنه، مدیریت کنه در همه حوزه ها، چجوری میخواد کلیسای خدا برای چی؟ برای کی میخوای حرف بزنی؟ میگه پیش مردم مثل عسل بود، پیش زن و فرزند خود اخلاق سگی داشت، اما پیش همه مثل عسل بود. یه بیتی هست که در بیرون آقا بنده در صحت سلامت عقل و اینا به شما اعلام میکنم همه خدمات بنده هر کاری میکنم فدای یه تار موی همه شما اگر خانواده من از من راضی نباشن. اگر من آن رهبری درستی که مد نظر خدا هست من اونها رو نتوانم به آن سرانجام، میگه مسئولیتی که خدا به من داده در همین حوزه شماره 1 به سرانجام برسونم. میگه آره پدر ما شعر میخواند 1000 بیت ولی همیشه قواعد نمی‌نویسه، ما کلاس چندمی. ارزشی نداره. برای کی ارزش داره؟ برای خدا که نداره. حالا برای یه عده‌ای بخواد داشته باشه. درسته؟ بنابراین رهبری از خانه شروع میشه. هر حوزه‌ای که می‌خوایم ببریم این رهبری رو غیره رو یاد بگیریم، از ابراهیم نقد کنیم، اول به خانواده نگاه می‌کنم آیا اونجا رو دارم درست مدیریت می‌کنم یا نمی‌کنم. خب حالا اگرچه داره رهبری می‌کنه ابراهیم، ولی او هم از یک مسائلی رنج می‌بره که اگر نه همه رهبران ولی برخی از اونها باش دست پنجه نرم می‌کنن و اون مسئله ترسه. وقتی می‌خوان وارد مصر بشن به خاطر ترس از جان خودش و به خاطر زیبایی همسرش اینجا میگه که پرسیدن بگو خواهر من هستی. درسته؟ به فرعون اینا میگه اگه پرسید چی؟ یعنی ترس از به خطر افتادن منافع شخصی که قلمرو من به عنوان رهبر سیستم من به خطر، من یه موقع اتفاق خدشه‌ای رو من حالا یه نفر دیگر رو میدیم زیر اتوبوس به قول خارجی‌ها بدیم، من مشکلی به عنوان رهبر اتفاقی برام نیفته. وقتی مسائل ترس در ما حل نشده اکثر اوقات پشتبندش دروغ میاد، یعنی شما متوسل میشی به دروغ برای کاور کردن اون ترس. و میگه که بگو که خواهر من هستی. و اگرچه سارا میدونید که خواهر ناتنی ابراهیمه، یعنی دختر تارح هست از زن دیگرش، ولی در حضور اونا پیوند ازدواج بستن و آنچه که خدا به رسمیت میشناسه اینا زن و شوهر هستن با هم دیگه. اینجا ابراهیم انگار مثلا خدا رو میخواد دور بزنه، با خودفریبی میخواد حرفه‌ای دروغ بگه و زنه رو چیز میکنه که مجبور میکنه که تو اینجوری برای من دروغ بگو. با خودفریبی نمیشه یک جریان رو، یک مجموعه رو، یک رویایی که خدا داده رو بخوای شما رهبری بکنی و فکر بکنی که این سرمنزل مقصود نه، توش گرفتاری و گره در میاد، خرابکاری میشه. رهبری فقط از یک جایی به یک جا بردن به هر قیمتی نیست که شما مسئولیت و محافظت اون عده‌ای که داری رهبری میکنی هم به عهده شما هست. بنابراین با این کارش نه تنها سارا رو در موقعیت خیلی بد قرار میده، بلکه اون رویا و هدفی که خدا برای همه ما شاید داشته رو اونها رو هم به مخاطره میندازه. اینه که شما در هر حوزه‌ای هستی یک دروغ، یعنی میخوایم اینقدر خدا میخواد که ما حساس باشیم نسبت به استانداردهای او، یک دروغ و ناراستی میتونه جان اعضای یک سیستم رو، یک مجموعه رو، یک کلیسا رو، یک خانواده رو به خطر بندازه و اون رویای اون مجموعه رو. اگر بیزنس هستی فکر میکنی رئیس یک مجموعه هستی و میتونی با حالا یه دروغ اینجا لایی بکشیم و اتفاقی نمیفته، نه، میتونی همه آنچه که رویایی که خدا داده که شما میتونی کارهای بزرگ بکنی همه اون از بین بره، به خاطر اینکه رهبر اون مجموعه آدم دروغگویه. شما میتونی تصور کنی کشیش یک کلیسا، شبان یک کلیسا آدم دروغگویی باشه؟ میشه؟ اگر هست جان همه شما در خطر. درست میگم که اشکال همینطوره؟ پس برای خدا رو شکر برای شبانان ما که آدمای درستن، در راستی هستن، زندگی‌هاشون رو ما دیدیم از نزدیک. آمین. خدا رو شکر. ولی میخوام بگم فکر کنید اگر مجموعه‌ای هست که اون سر داره آدم دروغگو، اگه پدری هست جو بازی میکنه با شرایط، جان آدم‌ها تو خطر میاد، هم جان فیزیکی، روحانی، آینده اونا، رویاهایی که خدا برای اونا داره. بعد ببینید زیبایی کار رو ببین که نه تنها اون نتایج عملی کارهایی که ما میکنیم اثر خانوادگی و نسلی داره. دقت کنید
کارهای خوبی که حتی میکنیم، ولی کارهای بد هم یه الگویی میشه که اون بچه‌ها و نسل‌های بعدی تکرار میکنن. خب شما ببینید اینجا در همین چند فصل جلوتر ابراهیم هنوز از مسئله دروغ گفتن به فرعون درس عبرت نگرفته و بعد وقتی که میرن در جرار و در جنوب کنعان ساکن میشن، دوباره وقتی با ابیملک روبرو میشه دوباره به زنش میگه که تازه سوء استفاده از عشق، یعنی منیپولیشن، بازی با ذهن اون زن که اگر میخوای به من نشان بدی منو دوست داری، لطف خود را اینگونه میگه به من ثابت کن که اگه پرسیدن بگو خواهرش هستم. درسته؟ و بعد شما ببینید اینجا فصل 20 کتاب پیدا شه، اسحاق هنوز به دنیا نیامده. اوکی؟ ولی شما وقتی فست فوروارد میکنی لایف این آدم رو، به فصل 26 میرسی، اسحاق به دنیا آمده، بزرگ شده، زن گرفته، ربکا رو گرفته، غیره. ابراهیم مرده تو فصل 25 کتاب پیدایش، اما اسحاق میگه رفت کنعان، در جرار ساکن شد و با ابیملک و مردانش دقیقاً با همون آدم‌ها در همان محل با همون آدم و سر همون مسئله همون دروغو دوباره گفت. یعنی میشه کسانی در نسل شما حتی متولد نشده باشن، اما به خاطر آن کار درستی که شما امروز انجام میدی اونها در آینده سود ببرن و در نقطه مقابلش به خاطر آن اشتباهی که شما امروز میکنی نسل خودتو در آینده بدبخت بکنی به خاطر اون کاری که وظیفه تو بود و تو به درستی انجام ندادی. و این انسان یک روح و روحیه است که این مرزهای نسلی رو در می‌نورده و بعد منتقل میشه به نسل‌های بعدی و اونها هم همینجوری اشتباه میکنن. مگه به خاطر من سرمو بالای این لعنت نسلی میدم؟ به شرافتم قسم به قول ایرانی‌ها. یعنی من انقدر معتقدم که یک اشتباه اینجا میتونه نابود کنه نسل‌های بعدی که من نیستم. اون بیچاره‌ها همینجوری بدبخت میشن. چی شد؟ از کجا؟ برای اینکه یک پدر بزرگ بی‌شرافتی در گذشته درست زندگی نکرده و در نقطه مقابلش همه گلوریس، همه پراسپرس، همه عالی دارن زندگی می‌کنن، برای اینکه مردان و زنان خدایی ظهور کردن که باشه. من فکر می‌کنم به کسایی که میگم قبول ندارن، ولی من فکر میکنم روزی که ما بریم آسمان، من پدر بزرگایی رو در نسل خودم میبینم، اینو خدا رو دوست میداشتم. به خاطر اون نسل خدا لطف کرده و ما امروز خدا رو میشناسیم و بچهای من و امید من اینه که بچهای نسل بعدی که من نیستم اونها هم همینطور باشه، به خاطر اینکه کسانی تو نسل‌های ما بودن درست ایستادن. و شما اگه اینو متوجه میشید دنبال همینو بگیر. البته میدونی من فکر میکنم که فقط مسئله روح و فلان و بسار اینا نیست، به خاطر اینکه در اسحاق به نظر میرسه که این یک learned behavior، یعنی یک چیزی است که یعنی شما ببینید مرد ایمان که چنین اطاعتی از خدا میکنه، من فکر میکنم در سالهایی که با اسحاق زندگی میکرده همچین خیلی آدم درست درمون دروغ میگفته، یعنی به اون این الگوهای رفتاری رو میداده که با نگاه کردن به پدرش خیلی براش عادی تر بوده که دروغ بگه قطعاً. و هست که کارهای خوبی که ابراهیم کرده رو او تکرار میکنه و یعنی نمونه‌هاشو میتونیم ببینیم. اینه که ابراهیم از این فرصتی که داشت وقتی به فرعون دروغ گفت و خدا مداخله کرد و غیره، میتونست نه فقط به عنوان امری که شکست خورده، بلکه به عنوان یک فرصتی که یاد بگیره از حکیمانه، دیگه مثل جان مکس، حکیمانه از اشتباه خودش یاد بگیره و این رو فرصتی بکنه برای تعلیم به بچه‌هاش که پسرم، دخترم، هر چیز، من در گذشته مادرتون اینجوری دادم زیر اتوبوس و داشتم خبط بزرگی میکردم فلان اینها، ولی خداوند مداخله شما نکنید. آخرشو من دیدم عاقبت خوبی نداره، ولی نکرد و میبینیم که اینها بروز پیدا میکنه در یه شخصیتی مثل اسحاق. حالا شما داستان ابراهیم رو خوندید و او خدا نه تنها وعده یک سرزمین رو به او داده بود، بلکه وعده یک نسل کثیری رو هم بهش داده بود که نسل تو رو زیاد میکنم و غیره. و برای ابراهیم فاصله میان آن وعده تا محقق شدن وعده قدری طول کشید. پس میطلبید که او به عنوان کسی که حامل رویای خداوند هست اینجا چیکار کنه؟ صبوری پیشه کنه، صبر پیشه کنه. دیشب من دیگه بسته بودم کتاب و اینها، شاهد از غیب رسید، داشتم یه چیز همینجوری دیگه الکی می‌خواندم، یه مرتبه دیدم یه کوت اومد Patience is the companion of wisdom. گفتم همینه، من اینو باید با عزیزان در میان بگذارم. یعنی ابراهیم ایمان داشت
ولی صبر نداشت. و شما وقتی عجولانه، میگه اون جمله انگلیسی که صبر همنشین حکمت است، اینجوری کتاب مقدسی ترجمهش کنیم، آن رفیقه با اونا میشینه، همدم و همراه حکمت. یعنی شما در عجول بودن شما هرگز نمیتونی انتظار کار حکیمانه داشته باشی. و ابراهیم این کارو کرد که بعد جلوتر میریم میبینیم که به توصیه خانمش رفت با کنیزش هم بسترش و گفت یعنی من نیستم، ولی چون خیلی اصرار میکنی باشه دیگه، مثلا دیگه قبول میکنه، از خانمش میپذیره و بعد اون نتیجهش میشه اون اسماعیل به دنیا میاد که فرزند وعده نیست. و اینجا ما نقش سارا رو نادیده نمیگیریم، ولی مقصر اصلی، یعنی تقصیر اصلی متوجه ابراهیم اون زندگی رو هوا بر خودش باردار نمیشه که ایشون اکتیولی پارتیسیپیت کرد، شراکت فعالانه داشت در این اتفاقی که افتاد. ولی اینجا میبینی یک پرده برمیداره این مسئله از یک چیز بسیار وسوسه انگیز برای همه ماها، که اگر رهبر یک خانواده هستی، اگر حتی جوان مجردی هستی، برادران که اون ردیف آخر نشستن، که حامل یک رویا خداست، یه رویایی داری برای آیندهت که خدا در قلبت گذاشته، و یا در مثلا در بیزنس و محل کار هستی، کارفرما هستی، بیزنسمن هستی، هر چیزی که هستی، ما اول بعضی وقتا چیزا رو خوب شروع میکنیم ولی یه مدت که طولانی میشه بعد میگه دیگه ولش کن، بنزه کافی صبر کردم، بذار برم با تدبیر و تدارک قوت خودم برنامه رو به سرانجام برسونم. این از کسی بشنوید که دست کم در طول ماه من باید به اون اسب افسار گسیخته که تو درون هست یه لگام بزنم که سری نره کارهای خودشو. هی خداوند باید بگه حنیف رو صبرت کار بکن، همه چیز به وقتش. بنابراین اون رهبری درست و موثر این هست که شما اون رویا رو زنده و حاضر همیشه پیش روی خودت داری و داری به سمتش حرکت میکنی، ولی اجازه میدی در آن زمانی که خدا مقرر کرده همه چیز به ثمر بنشینه. حالا من میخوام جنبندی هم بکنم برای اینکه ابراهیم اونور هست داره میشنوه ناراحت نشه. گفتم وقت چشم تو چشم میشیم بس شب به خوابم نیاد، اینا خیلی مسائل مهمی هست. اینه که بس به یکی نکته درخشان این برادر، این پدر خود ما اشاره بکنیم و در هفته آینده بیشتر از خجالتشون در میام. در فصل 13 شما اونجا میخوانید جدایی لوط از ابرام هست، یعنی برادرزادش و ابراهیم. اینجا یک نکته درخشان از رهبری و تدبیر این مرد رو میبینیم که چگونه میتونه یک بحران رو مدیریت بکنه. خب اینا آمدن، خب فصل 13 میگه ابراهیم بسیار ثروتمند بود و غلامان داشت و گاو و گوسفند و بزها و چهارپایان و غیره. برادرزادش لوط هم همینقدر آدم ثروتمندی بود، داشت همه این چیزها رو و چهارپایان بسیاری داشتن. در اون چراگاه‌های بیت ایل که بودن میگه چراگاه به اندازه کافی برای این چهارپایان نبود، بنابراین شبانان ابراهیم با شبانان لوط اینجا درگیر میشن. گاهی در زندگی شرایطی به وجود میاد که به وقوع پیوستنش در کنترل ما نیست، ولی شاید حل و فصل کردنش به نوعی در کنترل ما باشه و اینکه ما چگونه میخوایم این رو مسئله رو حل و فصل بکنیم که میرسه شرایطی که عملاً شراکت با دیگری، زندگی در نزدیکی دیگری، پارتنرشیپ، این ادامه مسیر در کنار شخص دیگه عملاً غیر ممکن میشه. درسته؟ اینکه آدم‌هایی هستن، محدودیت منابع هست، وقت هست، خیلی چیزا میتونه باشه، تقصیر کسی نیست. هستن یا آدم‌های فهیمی که شما آرزو می‌کردید در مجموعه ما باشن نیستن و ما رو عملاً به یه جایی میرسونه که به نظر میرسه این پارتنرشیپه یا در کنار هم لااقل بودن مسالمت آمیز داره به خطر میفته. اینه که شما چگونه این بحران رو مدیریت میکنید. این چیزی که من اینجا راجع به ابراهیم خیلی دوست میدارم که تصویر تقلبی از این که تو ابد من باید با تو باشم، نه، ضرورت این جدایی رو درک میکنه. یعنی میگه it's necessary که این separation اتفاق بیفته برای اینکه میخواد جلوی خطرات بعدی رو بگیره و در این محبت و عشقی که به برادرزادش داره که ثابت کرده. حتی در فصل بعدی که لوط رو میبرن با همه اموال و زن و غیره، میره اونا رو نجات میده، برمیگردونه. این در این محبتی که به او داره آزادی هست. عشق اساساً عشق نیست اگر ازش درش آزادیه. این خدا هم با ما این کار میکنه، میخوای بمون، میخوای برو. اگه گلوت میگرفت که تو باید به من ایمان داشته باشی که دیگه عشق نبود، محبت نبود. یعنی لازمه رابطه عاشقانه و دوستانه و محبت آمیز این آزادی هست درش که شما آزادی، اگر میخوای برو هر جا که دوست داری برو. و ابراهیم این کارو میکنه. همه جدایی‌ها که ابراهیم میگه اونا اون پایین
با هم دعوا میکنن نمیگیرن. من و تو که از یک خون هستیم، تو برادرزاده، ما نباید با هم دیگه دعوا بکنیم. یعنی اون رو متوجه یک امر بزرگتر میکنه و میخواد که در واقع خسارت رو کمتر بکنه. از لحاظ عرفی ابراهیم عموی بزرگتر هست، سینیوریتی داره، غیره غیره. چقدر محافظت کرده، مواظب لوط بوده. گفتم در فصل 14 میخونیم. این عقلانی ترین گزینه این که خب اول ایشون باید اون سرزمین رو انتخاب بکنن، کدوم وری میخوان برن اینا. ولی به نظر میرسه، میگم کتاب ندارن اینا، کلیسا نداشتن، کتاب نخوانده، انجیل نخوانده این حرف مسیح رو درک کرده که مسیح گفت آن که در میان شما میخواد، حتی گفت اول باشه، بزرگ باشه، چی باید باشه؟ خادم بقیه باید باشه. یعنی ما میبینیم که در مسیحیت لیدرشپ فقط یه لیدرشپ نیست، سرونت لیدرشپ، یعنی رهبری که خادم بقیه است، که با اون مقام خودشو. به خاطر همین این بزرگی که ابراهیم صاحبش هست در سایه تدبیر و مدیریت درسته که میاد خودشو مکشوف میکنه. یعنی واقعا ایشون بزرگی میکنه. ما گاهی خودمون بخشی از اون بازی‌های کودکانه و درگیری و فلان هستیم. بزرگی به قدمت نمیدونم ایمان و سن شناسنامه‌ای نیست که، یعنی چه بس آدم‌های بزرگی می‌بینی که انتظار بزرگی داری ولی بازی‌های کودکانه از خودشون در میارن و بخشی از اون مشکل هستن، بخشی از اون پرابلمن خودشون. اینکه ابراهیم اینجا این نمره مثبت رو میتونه برای خودش رد بکنه این هست که انتخاب اول رو میده به لوط و او اجازه میده که آنچه که او فکر میکنه خوب هست و نیکو هست برای خودش. به خاطر چرا این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه آن معرفت کلی که اینجا داره که آن کسی که میخواد بزرگ باشه باید اینو میدونه. این یه معرفته. حالا نحوه استفاده از معرفت میشه چی؟ حکمت. حالا حکیمانه اینجا برخورد میکنه که او میدانه که با این انتخاب اول رو به دیگری دادن، فروتن کردن، من چیزی نمیبازم، من چیزی از دست نمیدم، بلکه چیزی به دست میارم و بزرگی میکنه و میدانه که به خدا جوابگو هست و رئیس او، ارباب او خداه. اینو چون میدانه، اینجا جای منو کسی تنگ نمیکنه. اینا رو بعضی وقتا ما نمیفهمیم. ما طرف یکی پروموت میشه در محل کار، پروموت میشه در کلیسا، ما به ولوله میافتیم. من همکاری داشتم در کمپانی که 4-5 سال پیش اونجا کار میکردم، هر کی استخدام میکرد میاد به من میگفت نظرت چیه؟ نظری ندارم، استخدام با من کاری نداره. به نظرت اینجوری میشه؟ نه به نظرم خوب بشه. کسی که نمیتونه پوزیشن منو تا خدا نخواد از من بگیره، کار خودم انجام میدم. ابراهیم این رو میدانه که اینجا حکیمانه عمل میکنه و این حکمت زمینی نیست بلکه آسمانی. حکمت میتونه زمینی باشه. یعنی یک کسی، یک صدایی میاد به شما میگه به جای اینکه خدا میخواد راست بری، میگه چپ برو. به نحوه استفاده از آن چیزی که تو میدونی درسته، یه نحوه استفاده دیگه اشتباهی بهت میده. و اینجا ابراهیم از این چیزی که میدونه درسته به درستی استفاده میکنه. من میخوام همینجا تمام بکنم و هفته بعد زندگی ابراهیم پر از درسایی که بخوایم راجعش صحبت بکنیم که چگونه راجع به درسای مدیریتی که چگونه او این همه سرباز داشت و غیره داشت و چگونه اینا رو منیج کرد. خیلی میشه صحبت کرد ولی دوست داشتم هفته دیگه راجع به هم واقعه اسحاق صحبت بکنیم. ولی تا اون موقع اگر موافقید بیایم با هم دیگه دعا بکنیم. پیش خسرو جان به ما یه برکتی میدین برام دعا کنین. ما هم به شما به دعای شما آمین میگیم. مرسی، ببخشید سرتون رو درد آوردیم. ما 4 هفته ما رو تحمل کنید. کش خسرو جان ما شما رو تنها میذاریم. مرسی. شکر. هر چی اضافه بگم خراب کردم کلامو، پس همونو بگیرید بیاید با هم دعا کنیم. سر پا بایستیم. مالک آسمان و زمین، خدای محبت، خدای عشق، خدای لطف و رحمت، وقتی نگاه میکنیم تو قسمت منفی چقدر قدم زدیم، پی به عمق محبت تو میبریم که امروز باز اجازه دادی اینجا باشیم و یه فرصتی دیگه به من و ما دادی تا از مسیر اشتباه خود برگردیم. همون فرصتی که به ابراهیم و اسحاق دادی به ما نیز دادی. برای تو فرق نمیکنه. خداوند دعا میکنم مسیری که مسیر توه و اعتراف میکنم گاهی اوقات چشمان ما از اون مسیر منحرف میشه، تو با عشق و محبت ما رو برمیگردانیم در اون مسیر. اگر در این مسیر خداوندا قدم اشتباهی برداشتیم توبه میکنیم
و برمیگردیم تو مسیری که تو برای ما تعیین کردی. اعتراف میکنیم گاهی اوقات عجله میکنیم به اون برنامه‌ای که تو برای ما داری. خدا دعا میکنم برای این جمعیت، برای عزیزانی که اینجا هستن، بدونی که عجله کنید، بدونی که نگران بشید. یک سوال میکنم، آیا در بین ما کسی هست که هنوز قلبشو به مسیح نداده و داره روش فکر میکنه؟ چه بیننده تلویزیون، چه عزیزانی که اینجا هستن. آیا میخواد امروز قلبشو به این خدای محبت بده، زندگیشو تسلیم او بکنه؟ خدایی که همیشه با ماست و هیچ وقت ما رو ترک و طرد نمیکنه. اگر کسی هست میتونه فقط دستشو بالا ببره. در این جمع اگر کسی هنوز قلبشو به مسیح نداده، میتونه این لحظه به خدای عشق و محبت بده و از او بخواد که زندگیشو جلو ببره. داریم؟ دستتو بالا ببر. اگر نه که من یک سوال دیگه دارم. آیا در این جمع کسی رو داریم که مثل ابراهیم عجله کرده و مسیری که خدا براش تعیین کرده قدم رو کج گذاشته؟ بدونید امروز وقتی که دستتون رو بالا بردید، منم بردم. این برای نیست که شما رو تشویق کنم، این برای اینه که بگم منم بردم، منم اشتباه قدم زدم و اشتباه میزنم، اما خدای عشق و محبت رحم میکنه و یه فرصتی دیگه میده. امروز این لحظه، این دقیقه، اون فرصتیه که خدا به من و شما داده. هیچ کس و هیچ چیز تضمین نمیکنه از این در بریم بیرون دوباره خدا این فرصت رو برای ما فراهم میکنه، چون ما نمیدونیم وقتمون کی تمام میشه. پس بیاید با هم این دعا رو بکنیم. خداوندا، از مسیری که به اشتباه قدم برداشتم، از اراده تو خارج شدم، توبه میکنم و میطلبم، میخوام خداوندا رحم کنی، اول به من، بعد به خانوادم، بعد به خدمتم، بعد به اطرافیانم. خداوندا از من بگذری یک بار دیگه و اجازه بدی در مسیری که تو برای من و ما تعیین کردی خداوندا قدم برداریم. باور داریم، ایمان داریم خداوندا که تو اینقدر عشق به ما داری، لطف به ما داری، عاشقانه به ما نگاه میکنی که مثل بچه‌ای که زمین میخوره، کثیف میشه، دستاتو دراز میکنی، میتکنی و میگی یه بار دیگه حرکت کنی. امروز این کار رو برای ما میکنی. با این ایمان و اطمینان دعا میکنیم که تو ما رو میبخشی، تو ما رو بخشیدی خداوندا و امروز اجازه دادی یک بار دیگه، یک فرصت دیگه به من و ما دادی. به اسم عیسی مسیح دعا میکنم، آمین. هر کدومتون ایمان دارید به اون چیزی که امروز پیغام داده شد. من عجیب تکون خوردم. بارها و بارها در مورد ابراهیم خونده بودم، موعظه کردم، موعظه شنیدم و تو کلاس‌ها بودم، اما امروز یه تکون عجیبی خوردم. دائم که حنیف جان موعظه میکرد خودم رو ابراهیم میدیدم و میگفتم چه تحملی داره خدا. اگر باور دارید این خدای عشق و محبت از من و شما میگذره و اجازه میده، هر چقدر او رو دوست دارید دست بزنید تا گروه ورچی بیان بالا. بیا مرید. هللویا. آماده پیروزی خداوند رو اعلام کنید؟ آمین. پیروزی هست. آمین. هللویا. شکر خداوند. آزادی هست، پیروزی در نام تو عیسی.